دعوا میکرد، میزد ما رو. خیلی بد بود. بگو بچه افغانستان 4 شب خود زهره بچه خوب رو بوکت بچه هممون هوا شدیم تو این گرما. خونه نداریم، جا نداریم. در ایران 3 سال بودم، 3 سال زندگی کردیم. انگار سر ما 30 سال تیر شده. خاطر خوش برای ما بقدشته بودم به می آخر بره به طول همی 10-15 روز ایتا برای شما بگم هر چی خوشی خوبی کرده بودم به باد دادم. هر خدمتی که در وسط ما باشد ما انشاءالله خدا مکلف به این میدانیم که خدمت برادران و خواهران و برادران هموطنان خدا انجام بدهیم. مهاجر غربت بهای سنگینی است که مهاجر برای امنیت، نان و آینده بهتر به آن اقدام می نماید. 14 جنگ، اشغال و سالها وعده هایی که هیچگاه محقق نشد. آمریکا آمد با وعده تأمین امنیت، آزادی و بازسازی، اما آنچه بر جا ماند ویرانی و کشور زخمی که مردمش بار دیگر بار هجرت را بر دوش کشیدند. پس از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل، اخراج مهاجران افغان به شدت افزایش یافته و اکنون بیش از 30,000 نفر در روز در حال بازگشت اجباری هستند. بر اساس آمار سازمان ملل تاکنون بیش از 1.4 میلیون افغان در سال 2025 از ایران و پاکستان بازگشته‌اند. از این تعداد بخش عمده آن از کشور ایران اخراج شده‌اند. دعوا میکرد، میزد ما رو. خیلی بد بود. برخورد نادرست با مهاجرین افغان در ایران یکی از مسائل حساس انسانی و پرچالش است که در سالهای اخیر به ویژه با افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ابعاد گسترده تر به خود گرفته است. بازگشت مهاجرین افغان از ایران به ویژه در شرایط اجباری و بدون آمادگی مشکلات متعدد انسانی، اجتماعی، اقتصادی و روانی را برای مهاجرین عودت کننده به کشور به همراه داشته است. هممون هوا شدیم تو این گرما. خونه نداریم، جا نداریم. باید کجا بریم ما؟ امارات اسلامی باید با دادمون برسد، باید کمک ما کنیم. در ایران 3 سال بودم، 3 سال زندگی کردیم. انگار سر ما 30 سال تیر شده. هر چی بدبختی که از سر افغانی در ایران میره، هر چی مشکلات هست میره، مثل حیوان سر رفتار میکنه. اصلا احترام برات قائل نیست. پلیسش میگیره، مامورش میگیره، سربازش میگیره، مثلا و غیرش میگیره. با زوره لغت، با زوره کوبیدن، با زوره چک لغت میندازه داخل ماشین، انگار که مثل که قتل کرده باشه. 200 میلیون پول ما مونده اونجا. خب شکایت کردیم، شکایت منم تحویل نگرفت. آره مجبور شدیم اونجوری خونه را ول کردیم اومدیم. یک من نیستم، خیلی زیادم بودیم. از بچه‌های ما تقریبا تا خونه اونجوری ول کردیم، درجه قلف کردیم اونجوری اومدیم. مدت 6 سال شما به ایران بودیم دیگه. برگه سرشماری داشتیم، وقت ما هم تمام شد، برگه خروج دادن دیگه. ما هم بیاموندیم به کشور. سختگیری پول از ما زیاد گرفتن داخل راه، غذای درست برامون دادن.
دیگه بالاخره سختگیری ها زیاده به مهاجر. مهاجر افغان در ایران سالهاست که با کارگری، زحمت خانه را به کرایه گرفته، هر ماه کرایه آن را پرداخته است و با هزاران سختی پول پیش پرداخت امانت را تهیه کرده تا سقف برای خانوادهشان داشته باشند. اما حالا که اخراج می شوند یا به اجبار ترک می کند، صاحب خانه پول پیش پرداخت امانت را پس نمی دهد. گاه به بهانه قرضداری، گاه به بهانه بی اسنادی و گاه فقط به این دلیل که مهاجر است و جرأت شکایت ندارد. بالاخره گو باید کل اساس خور بریزی بیرون من پول تور بدم. من کل اساس که داشتم جمع کردم ببردم به خونه دومات خو اینا. معذرت میخوام مرارم. چهار شب خود زهره بچه خوب رو موکت بچه میپود تو دشتم ببله خود همه بسته کده بیدم بروی یک موکت 4 روز رو مندم روز 5 زنگ دادم بانگا والا که جواب کن نبود خودم پاشه کسی خود قیلام من مثلا 3 ساله نوشته بیدم پولان نشون داد خود زن خواهم بودن از 100 میلیون 50 میلیون بداد به دستم با 50 میلیون دیگه که من برم آب و برق و گاز و اینا رو که ببینم تصویه کنم گفتم من اونا رو تصویه کردم گفت نه رسید اینا از من همه بگیرید بعد خدا شاهد 2 بار خود شاخ به شاخ شدم حتی من ما تلنگ بده خانم من مثلا مر بگیرید کوتاه مر گو باشه سعی میکنم باز اینا رو که تصویه کردن قبض آب و برق اینا نگاه کرد کلر مثلا نفهم پمپ سوخته بود باشه اینا رو درست کرد هر چی کم کرد بقیه رو بده. خاطر خوش برای ما داشته بودم به می آخر بری به طول همی 10-15 روز ایتا برای شما بگم هر چی خوبی کرده بودم به باد دادم رزینیم از مردم ایران. بسیاری از مهاجرین که به گونه غیر قانونی در کشور ایران زندگی می کنند نمی توانند به مراجع قضایی کشور ایران شکایت کنند چون فاقد کارت اقامت یا مدرک معتبر هستند و تعداد هم از ترس بازداشت یا تسریع اخراجشان. حتی مهاجرین قانونی نیز از پیگیری شکایات خود صرف نظر می کنند. از این رو برخی صاحب خانه ها در کشور ایران از این ضعف قانونی و ناتوانی مهاجرین در پیگیری مسائل حقوقیشان سوء استفاده می کنند. زن بچه ما داده بیداد بچه ها گیریه فرشانه زنگ میزنم به سعدده که نمیفهمم حتی سرام یک سنگ بوده که گندم خودت لد میکردیم چه کار میکنه 100 میلیون پول نه دولت باید بیاد اینجا جوابگو بده تور دوزی کردیم و کجا داشتیم. ما گفتم از تو مثلا من پول خور طلب میکنم تو چه میکنی؟ ای ورول داد مرو ورول داد سعدده زنگ زد بیامد امو سعدده بیامد گفت که نمیفهم برای افغانی چرا شما خونه دادن؟ کی به شما گفته خونه بدن؟ اقدامات اولیه رسیدگی به امور مهاجرین عودت کننده گام مهم برای کاهش فشارهای فوری بالای مهاجرین به شمار می آید. اما با توجه به شمار بالای بازگشت کنندگان و وضعیت خطیر انسانی اقدامات مستمر، منابع پایدار و حمایت بین المللی قوی‌تر لازم است.
برگ خروجی که برای ما بدادن به اینجا که وقتی کمک از امارات اسلامی خونه نوآباد 10,000 به اونجا برای ما کمک دادن. کمپل نمیفهم 2 تا خیمه و ظرف و کاسه با دیواره یک برادر خدا خیر بده و که ملی میداد گفت برو خود معرفی کو و دفتر چی بود برو و کمپ انصاری اونجا چون پاتو شکسته احتمال داره باز برای 6-7 ماه اونجا کمک کنم دیرو بیامدم اینجا خونه نوآباد آدمای هست و می تعمیر اردوگاه که بیامدن ردمه شدن به خاک امارات به خاک افغانستان 5-6 امارات من خیلی راضیم از اینا خدا یار نباشه. به ما وطن خود آمدم هر کس پرستاره میکنه هر کس پیش بیا میگه نه که پشت برو نه که نه یا نمیگه بیا میگه جلو بیا میگه اینقدر خدا را شکر این وطن ماست من اینو خیلی دوست دارم. افغانستان آمدیم خوشحال هستیم شکر خدا وطن است که دیگه 10 سال شده ایران بودیم بعد از 10 سال ایران آمدیم افغانستان آمدیم خوشحالیم شکر خدا. والا وطن خود ما چه از همه جا بهتر است اگر مثلا هیچ هم که برای من رسید احترام برامون قائل است مثلا با احترام برامون رفتار میکنه. ما دیروز ساعت 5 رسیدیم اینجا برامون احترام کرده مثلا چی مامور چی سرباز چی طالباش مثلا چی ایچیاش همش برای ما احترام قائل است غذاش هم برای ما میرسه دستشون در نکنه. روزانه دمی چند روزانه در حدود 30,000 20,000 در همین حدود بعض وقت بیشتر همچنان که رئیس خدمات گفت بیشتر از 30,000 مهاجرین از طریق اسلام قلعه در داخل افغانستان آمدند. هدف از آمدن ما هم که در وزیر صاحبا و مسئولین کمیته های مختلف و جناب شیخ صاحب از ریاست سرمیاشت در اینجا آمدیم. هدف ما می است که هم کارکردگی های ادارات که در اینجا هستند اونا را از نزدیک بشنویم در چه ضرورت است کدام کارا به شکل نرمال روان است و هم وضعیت به چشم خود ببینیم در اینجا که برادرای ما خواهرای ما اطفال نازنین ما و دیگه وطندارای ما که از اون طرف به طرف وطن میآیند در اینجا به کدام مسائل ضرورت است کدام مسائل طبق به شکل نرمال جریان دارد همه وضعیت از نزدیک ببینیم. مسئولین امارت اسلامی جهت منسجم ساختن کمک ها و رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده از کشور ایران اقدام به ایجاد کمیته های مختلف نموده است تا بتواند هرچی سریعتر و بهتر به مشکلات مهاجرین پرداخته و در قسمت جابجایی آنها عرضه خدمات نمایند. همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان جناب امیرالمومنین صاحب گرفته تا یک مسئول عادی همه به این متفق هستند همه شب روز در این فکر هستند که ما اگر یک بوتل آبم داشته باشیم انشالله او را به خدمت برادران و خواهران خود قرار میدیم. دغه مهاجرونه کله چې د ایران د خانه زمو پاک خاور افغانستان ته داخل شي نو د اول د تثبیت کمیټې ته سي الته د ته یو دوی پرمې ورکول کی هغه ډکیږي بیا دغه په تسلسل کې بیا سي بایومټریک ته بایومټریکيږي او بیا دغه نه د مالی کمیټې د سره 5 نفر 2000 افغاني کومک ورسره کی دوه نفسي ورسته ډوډۍ ځای دی دلته غذا برابر شوی او غوښتل ته ډوډۍ خوري. هر خدمت که در اختیار ما باشه و در دست ما باشه و اطمینان میتیم که از خدمتان خود ما او را دریغ نمیکنیم. خدمت در بخش غذا انشاءالله از صبح به 6000 هموطنان ما دوای غذای گرم بر هر یکی داده میشه انشاءالله و همچنان در بخش صحت کمپاین جور شده امبولانس ها روان میکنیم و خدمات صحیح را خوب گسترش میدیم انشاءالله و دیگر خدمات که چیز باشه ما تیار هستیم که راجع ما با هماهنگی با دیگر سکتورهای مختلف با مؤسساتی که در بخش صحت کار میکنن هر کدام به نحوی تیم‌های مخصوص برای ارائه خدمات ما اینجا داریم.
از جمله تمام اطفالی که به حسابی که ضرورت به واکسن داشته باشند، تمام خانم هایی که در دوران قبل از ولادت یا بعد از ولادت باشه و حتی در زمان ولادت باشه، ارائه خدمات ما 24 ساعته هست. کارمندای ما به صورت 24 ساعته، پرسنل صحی که فعلا ما اینجا وجود داره بالاتر از 80 نفر هستند که ارائه خدمات انجام میدن. مهاجرت اگرچه در ظاهر یک پدیده دردناک و گریز از بحران است، اما می تواند فرصت برای توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقاء تخصص و حتی بازسازی کشور پس از بازگشت مهاجرین باشد. آنچه نیاز است ایجاد بستر در داخل افغانستان برای استفاده از این ظرفیت ها است. ما خواسته ما اینه که دوستانی که میآیند بی سرپرستن، بالاخره از او برای اخراج شدن، خونه ها خور از دست دادن، زندگی از دست رفته یا بالاخره به کشور اومدن، برای اینا رسیدگی بشه دیگه. خواسته زیاد نیه، بالاخره رسیدگی بشه برای اینا که یک زندگی خوب داشته باشم، کار و روزگار برای اینا فراهم باشه. فقط خواست مامون است به این مشکلاتی که پای ما شکسته، من خودم نه با ما و هموطنای ما یک کار فراوان میشه، شرکت های ساخته شوه که مسلمان ها نرن با ما خارج. چه کار کنه؟ با ما ایران رفته یک عمر خودشان با ما ایران داد چه درآمد کرد؟ مثلا نفر هست که 30 سال در ایران است، چه اقتصاد آورد، چه برایش ساخت؟ یگان خانه و ساخته برایشان؟ نه، همین خورد خوراک خودشان پیدا کرده و پلیس گرفته، پلیس داده و اینجا رد مرز کرده. همینقدر. به خاطر از امارت اسلامی خواهشمندیم تا به جوانان کار فراهم کنه که تا بتونی در کشور خود کار کنه. هدف ما این است که همین ماجرایی که از ایران به اینجا رد و مرز میشه، ما خواستیم در بین از اینا کسایی را پیدا کنیم که دارای یک شغل است یا یک فن داره، یک حرفه را بلد هست. ما اونا را ثبت نام میکنیم، اینا را به ما دونرها معرفی میکنیم تا اونا همراه از اینا همکاری داشته باشند در بخش که اونا مهارت دارن و با اونا بتونن که یک فرصت کاری برای اونا برابر بکنن. در میان هزاران مهاجر افغان که از ایران بازگشتند، تمام رنج‌ها و سختی‌های مهاجرت و اخراج، بازگشت کنندگان با حس آرامش، امنیت و امید به آینده از بازگشت به خاک وطن ابراز خوشی کرده اند. خدا رو شکر دولت ما امنیت آورده به کشور ما، خبر نبودی که تو امنیتیه. ما به ایران پرتاب مردم میگه افغانستان خراب و چیکار فلان، 5 روز بیکار داشته نبودی که ما این سرکار شده امنیت آرامش. اگر روز 100 روپیه هم پیدا کنم قناعت دار بهم 100 روپیه به 1 میلیون تومان ایران قناعت نداره بهم 100 روپیه، چون آرامش داره، آسایش داره کشور خودمون، دولت امنیت، دولت خوبه، هیچ کارگر نمیذاره که مثلا بیکار باشه، همیشه هم سرکار میشه. ان شاء الله شرکت های معتبر ما داره، تجارت معتبر داره که آرامش آسایش داشته باشه. کل همین افرادی که از ایران و از پاکستان از هر جا که میاد میتونیم کشور خود سرکار باشه، آرامش آسایش داشته باشه. یک 3 سال 4 سال میشد به ایران بودم که ردمر شدم اینجا اومدم. فعلا خدا رو شکر به تامین شرکت دست به کاریم و کار میکنیم. اگر هر که بخواد بیا به کشور خود کار که ما به ایران میکنه، اگر اینجا بکنیم کشور ما 100% آباد میشه. از خیلی خوشحال هستم که اینا پس میاین مهاجرین و میاین به وطن میاین، ولی ما باید امراه از اینا کمک کنیم. هر کس میتونه به نوع خود ولو که یک دانه کراچیوان هم باشه که به این وطن زندگی میکنه، امراه از اینا میتونه کمک داشته باشه به نوع خود، ولو که به یک بوتل آب مدنی به اینا بگیرن. ما من سال آمدیم حالا اینجا به استقبال زیاد آمدیم، بعض کمک های در تدابیر داریم، یک سروی میکنیم. یکی از بزرگترین تشویش های مهاجرین عودت کننده به کشور ایجاد زمینه کار برای آنها می باشد. خوشبختانه وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی طی یک پروسه منظم تمامی عودت کنندگان را ثبت دیتابیس نموده و تلاش می ورزد تا توجه به توانایی ها و تجربه عودت کنندگان آنها را به بازار کار معرفی نمایند. ما از امارت اسلامی میخوایم فقط برای ملت ما کار فراهم کنه، آرامش، آسایش. این بهترین نعمت برای ما امنیته، یک دوم کاره. ما از مهاجرینی که اینجا مستقر در ایران میشه 10,000 نفره در اول و کسایی که یک کار یا یک کار بلد باشه اونا بدون از 10,000 نفر ما اونا رو به کار میگیریم و کوشش میکنیم که برادران ما که میایه ما
اگر یک نان به خانه خود داشته باشیم نصف امروز نصف میکنیم. هر کسی که از میایه به شماره واتساپ تماس بگیره، ما او همون روز به کار میگیریم و اگر این یک طریقه بشه که اونا اما کسبی که اونجا بلده باز بهتر به ما یک همکاری میشه که ما با کدو کارخانه رو رای کنیم، باز ما بهتر چیز میشه. شماره که پیش ما هست 070 14 79 070. این شماره که ما او رو اعلان میکنیم امروز از طریق فیسبوک و از طریق شما او رو به هموطنان میدیم. با توجه به مشکلات مهاجرین و عودت آنها به کشورشان، همواره تلاش‌های مشترک امارت اسلامی و مقامات ایرانی به ویژه از طریق توافقات رسمی، دیپلماسی فعال و مدیریت مرزی همراستا بودند. این اقدامات توانستند به حد روند بازگشت را کنترل و منظمتر ساخته و با جهتگیری انسانی‌تر پیش ببرند. والی صاحب ولایت هرات شیخ اسلام جار صاحب و همراه والی صاحب و ولایت خراسان ایران اینجا مجلس شد، در اسلام قلعه اونا تشریف آورده بودن. از اونا خواسته شد خب باید که شما روند اخراج مهاجرین یک اندازه کمتر کنین تا اینکه رسیدگی به امور مهاجرین سهولت پیدا کنه و آسانتر شوه و اونا هم وعده کردن خود دیگه ما انشالله در روزهای آینده مهاجرین به اندازه خیلی کم ما اینا رو روان میکنیم و تا شما بتوانید که به مشکلات اینا رسیدگی کنید. ولی صاحب ما اسلام جار صاحب همراه ولی صاحب خراسان صحبت کردن خود باید که شما کوشش کنین که حق و حقوق مهاجرین ما به اونجا نمانه و به اونا رسیدگی شود. اونا هم قول دادن خود انشاءالله ما همکاری میکنیم. بیخانگی مهاجرین افغان یکی از پیامدهای تلخ و عمیق 4 دهه جنگ، اشغال و ناامنی در افغانستان است. میلیون ها خانواده به اجبار خانه و کاشانهشان را ترک کردند. آنها ریشه‌کن شدند. در کشورهای همسایه یا مناطق دیگر پناه گرفتند و اکنون پس از بازگشت با واقعیت مواجه‌اند. هیچ چیز برایشان نمانده، حتی یک سقف ساده. اگر کسایی که سرپرستن، بالاخره سرپرست خیلی از خانواده سرپرست ندارن، خونه ندارن، زمین ندارن، دولت ایران هم اونا رو بیرون کرده. اگر که برای اینا یک سرپناه به دولت ارائه کنه خیلی خوب میشه و دیگه برای اینا رسیدگی بشه خیلی خوب میشه. در 25 ولایت افغانستان و 35 شهرک مهاجرین همه سروی، دیزاین، توپوگرافی، نقشه همه چیز از اینا تکمیل شده است. در اکثر ولایت ما افتتاح هم کردیم، در اونجا توزیع هم شروع شده است. در ولایت هایی که باقی مانده است انشاءالله با اونا هم این عملا این کار شروع می شود. با مهاجرینی که مستحق هستند بر از اونا انشاءالله این کار هم صورت می گیره. با ولسوالی زندجان اونجا یک شهرک به خاطر اسکان دائمی به توسط حنیفه صاحب و هیئت همراهشان اونجا پایه‌گذاری شد و انشاءالله ترتیب نقشه و چیزش جور شدگی هستند. به خیر کارشان شروع میشه، با مهاجرین اونا توزیع میشه به خیر. پدیده بیسوادی و عدم ادامه تحصیل میان مهاجرین عودت کننده یکی از تلخترین میراث‌های جنگ، فقر، تبعیض و آوارگی است. میلیون ها مهاجر در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به دلیل شرایط قانونی، اقتصادی و اجتماعی سخت از نعمت آموزش محروم ماندند. اکنون که بسیار از این مهاجرین به کشور بازگشته‌اند، با یک تقاضای روشن و انسانی سخن میگویند. فرصت یادگیری فرصت زندگی است برای ما و بیشتر برای فرزندان ما. من الان بی سواد هستم، سواد ندارم. میخوایم مکتب باز ما درست شد. من 21 سالمه، 21 ساله هستم. بعدش من بی سواد هستم، میخوایم اصلا فقط مکتب بخوام دوباره.
ما یک کمیته داریم به نام کمیته تعلیم و مساجد و مدارس هستن و اونا همون اطفالی که یا اینکه محصلینی که از خارج میآیه اونا رسیدگی به تعلیم اونا میکنه. یکی خو وزارت مهاجرین است، یک ریاست به نام ریاست حقوقی ما در مرکز داریم و روزانه صدها مهاجرین که دیگه اینا تحصیلاتشون کم پورا نشده به کشور خارجی و اینا میان با ما مراجعه میکنن. از طرف وزارت ما به وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی اونا رو معرفی میکنیم، اونجا جذب میشن. این وطن از همه است. مهاجرین برگشتند تا بسازند، نه تا بمانند در حاشیه. بیایید دست به دست هم دهیم تا خاک ما دوباره جان بگیرد.